کروک میره باشگاه. کروک goes to the gym. کروک وارد باشگاه شد و تصمیم گرفت قبل از تمرین اصلی حسابی بدنش رو آماده کنه. warm up یعنی گرم کردن. رفت سراغ وزنه‌های آزاد و یه جفت از سنگین‌ترین‌هاش رو با زور و زحمت کشید بالا. دامبل یعنی دمبل. بعد از 1 ساعت تمرین پرفشار، کل بدنش خیس آب شده بود و نفس میزد. سوئت یعنی عرق کردن. کروک که دیگه هیچ انرژی براش نمونده بود، خودش رو از خستگی پرت کرد روی زمین. exhausted یعنی بی‌نهایت خسته. فردا صبح با ذوق خواست از تخت بیاد پایین تا هیکل جدیدش رو تو آینه ببینه. ولی از شدت کوفتگی حتی نمیتونست از تختش بلند بشه. sore یعنی درد عضلانی.